سلام دوستان عزیز از مجموعه آزمون‌های آیین‌نامه رانندگی آزمون تاریخ 9 سپتامبر 2023 رو می‌خوایم حل کنیم از سایت ehliyatesleri.com. شما میتونین از داخل این سایت این آزمون رو پیدا بکنین، با مرورگر کروم زبانش به زبان فارسی عوض می‌کنین و سوالات رو ببینید. خب همونطور که مشاهده می‌کنین باز هم 45 دقیقه اینجا زمان به ما میده برای حل کردن این تست ها که 50 تا تست هست تا مهارت خودمون رو توی زدن تست و همینطور زمان شناسی بتونیم بسنجیم. خب سوال شماره 1، جلوگیری از حمل اکسیژن خون، افزایش فعالیت بدن یا اثر خفقان یا اثر خفگی انتظار می رود کدام که از موارد فوق در مصدومیت با مونوکسید کربن رخ دهد؟ خب 1 و 3 درسته، جواب 2 ربطی به این سوال نداره. سوال شماره 2، امدادگر در هنگام رسیدن به محل حادثه چه کاری باید انجام دهد؟ شناسایی مصدومان وظیفه امدادگر نیست. بیرون آوردن افراد مجروح از خودرو به هیچ عنوان کار درستی نیست، چون ممکنه باعث بروز مشکلات براشون بشه. حادثه به مسئولان گزارش داد، این درسته. و تامین امنیت خود و مجروحین هم درسته. اینجا چون نوشته امدادگر در هنگام رسیدن به محل حادثه چه کاری باید انجام دهد، اصل حفاظت رو داره میگه که ما باید امنیت خودمون و مجروحین رو در درجه اول تضمین کنیم، بعد حادثه رو گزارش بدیم. پس میشه گزینه دال. سوال شماره 3، حفاظت، اطلاع رسانی، نجات کدام که از موارد زیر شامل فرایند ارزیابی صحنه برای جلوگیری از تشدید حوادث است؟ خب این همون سوال قبلیه، اصل حفاظت این حرف رو میزنه. سوال شماره 4، کمک‌های اولیه در حوادث رانندگی در کجا باید شروع شود؟ خب مشخصا در صحنه تصادف کمک‌های اولیه انجام میشه. سوال شماره 5، کدام که از موارد زیر علت تصادف رانندگی توسط راننده است؟ هوای بارانی ربطی به راننده نداره. وسیله نقلیه نادیده گرفته، یعنی خطای وسیله نقلیه، اینم ربطی به راننده نداره. خطای راهسازی هم ربطی به راننده نداره. نوشیدن هنگام رانندگی، خوردن، آشامیدن از مواردیه که حواس راننده رو پرت میکنه و ممکنه باعث بروز تصادف بشه. سوال شماره 6، کدام که از موارد زیر مهمترین عنصر در پیشگیری از تصادفات راهنمایی و رانندگی است؟ تعمیر معابر مهمه ولی مهمترین نیست. توجه به نگهداری وسایل نقلیه مهمه ولی مهمترین نیست. در هوای بارانی بیشتر مراقب باشید مهمه ولی مهمترین نیست. تربیت افرادی که اطاعت از قوانین را به عادت تبدیل می‌کنند. اصل آموزش مهمترین اصل در پیشگیری از حوادث رانندگی هست که جواب صحیح همین گزینه میشه. سوال شماره 7، کدام که از موارد زیر یکی از اهداف کمک‌های اولیه نیست؟ با دارو درمان کنید، تماس برای کمک پزشک، از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنید، حفاظت و حفظ زندگی. گفتیم ما اصلا درمان دارویی تو کمک‌های اولیه نداریم، پس جواب صحیح گزینه الف هست. سوال شماره 8، اقداماتی که با هدف در رساندن مشکلات سلامتی پس از تصادف رخ می‌دهد را چه می‌گوییم؟ خب این تعریف کمک‌های اولیه است. سوال شماره 9، کدام که از موارد در صورت شکستن در هنگام تصادف به ریه ها نفوذ می‌کند و باعث آسیب می‌شود؟ خب استخوان بازو که ربطی به دنده نداره. تیبیا نمیدونم کجاست. استخوان دنده استخوانی که روی ریه ها و قلب رو نگه می‌داره و اگر بشکنه ممکنه وارد ریه بشه. جواب صحیح همینه. استخوان ران هم که ربطی نداره. سوال شماره 10، کدام که از اطلاعات زیر در مورد عروق بدن انسان نادرست است؟ شریان خون را از قلب به بافت میبرد. خب این درسته. سیاهرگ خون را از قلب به بدن میبرد. این نادرسته. بقیه هم بخونم. فشار خون در مویرگ ها کمتر از سایر عروق است. این درسته. فشار خون در شریان ها بیشتر از سیاهرگ ها یا ورید هاست. این هم درسته. پس جواب نادرست میشه گزینه ب. سوال بعد، کدام که از موارد زیر جزو قوانین اولیه کمک‌های اولیه نیست؟ هیچ درخواستی تا رسیدن کمک پزشکی نباید انجام شود. خب که اشتباهه. امدادگر باید از اقداماتی که در مورد آنها مطمئن نیست اجتناب کند. این درسته.